ببین این خوشمزه ترین مرغ سوخاریه که میتونی درست کنی، کاملا به صرفه. فقط با یه دونه سینه مرغ میتونی کلی از این مرغ سوخاری خوشمزه و ترد رو درست کنی. یه دونه سینه مرغ رو به شکل نواری برش بدید، با فیله هم فوق العاده خوشمزه میشه. بهش پیاز خلالی، ادویه ها و نمک رو اضافه کنید. حالا شیر رو به همراه آب خیارشور اضافه کنید. در ظرف رو بذارید بین 2 تا نهایت 3 ساعت داخل یخچال قرارش بدید. حالا این آبش رو جدا کنید از مرغ ها، بهش یه مقدار آب و یخ اضافه کنید، بذاریدش کنار. حالا این طرف آرد رو به همراه بیکینگ پود، نمک، ادویه ها و نشاسته ذرت داخل یه ظرف ترجیحاً گود بریزید، مخلوطش کنید. حالا دونه دونه از این مرغ ها رو داخل این ترکیب بزنید. حواستون باشه دستتون بهش نخوره و بعد داخل این آبی که کنار گذاشتیم قرار بدید. مجدد داخل آرد بزنید. ببینید اصلا دستتون نباید با این مرغ در تماس باشه. به این شکل یکم فشار بدید، آرد بریزید و فشار بدید که کاملا بهش بچسبه و بعد با تکون دادن این مرغ ها باعث میشیم که به این شکل پولک دار بشه. حتما مرحله تکون دادن رو انجام بدید و بعد داخل روغن داغ و شناور سرخشون کنید. خیالتون راحت، جذب روغن کمی داره و تقریبا 10 دقیقه تا 1 رو برای سرخ کردنشون کافیه.